در جمهوری باشقردستان روسیه سیلابخیزی از رودخانه اینزر 300 خانه را زیریاب کرد. فلاکت طبیعی همچنین یگانه پل این روستا را ویران کرد، اما کسی بر اثر سیل ضرر ندید چون مردم را از قبل آگاه کرده بودند. مردم سرسان در گرد و اطراف خانه‌های خود تنها با قایق‌ها حرکت می‌کردند. آبشبی با سرعت برف در کوه‌ها و باران زیاد سبب آبخیزی در اینجا شده است. سازمان هلال احمر گفت برای بازماندگان یرچی مرگبار در ولایت بدخشان افغانستان 100 خانه بنیاد می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان حامدی کرزی نیز از محل این فاجعه بازدید کرد که در آنجا چند پیش لغزش خاک 300 خانه را نابود کرد و صدها نفر را کشت. در پاکستان سفیر اوکراین در اسلام آباد از آن کشور خواست اوکراین را در مناقشه با روسیه از نظر معنوی دستگیری کند. در یک نشست خبری در اسلام آباد ولادیمیر لکاموف سفیر اوکراین گفت حکومت کشورش تنها خواهان حمایت معنوی پاکستان است، زیرا این زمان گزینه نظامی راه حل مناقشه با روسیه نیست. وزارت نقلیات عراق 2 لوکوموتیو نوی را به شهر بصره وارد کرد که از چین خریدند. در مجموع دولت عراق برای این کشور 12 قطار نو فرمایش داده است. قطارهای نو در 1 ساعت تا 120 کیلومتر حرکت می‌کنند که این امکان می‌دهد مسافران در 6 ساعت از شهر بصره به پایتخت شهر بغداد برسند. و در شهر آستانه پایتخت قزاقستان راهپیمایی نظامی با شرکت سربازان و تانک و هواپیماهای نظامی برگزار شد. سال دوم است که در قزاقستان روز تأسیس ارتش ملی که روز محافظان وطن اعلام شده است با راهپیمایی نظامی تجلیل می شود.